پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام. بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. الان تقریبا ساعت به وقت اروپای مرکزی 10:30 شب و 2 صبح به وقت تهران هستش. دقایقی پیش تصاویر اختصاصی از محل زندگی خانم آزاده نامداری برای ما ارسال شد از طرف نزدیکان خانم آزاده نامداری و همسایه‌هاش که گفته شده که ایشون جسدش با لباس خونه توی خونش پیدا شده و جالبه که همسایه‌ها میگن که صبح امروز یک پاکت براشون اومده بوده و از روزهای گذشته صدای سر صدا و جنگ و جدل هم زیاد شنیده می شده از خونه خانم آزاده نامداری و گویا دعوا و اتفاقات عجیب و غریب توی خونه رقم می خورده و صبح امروز یه پاکت اومده در خونهشون و سر و صدا شده. حالا محتویات یا چه چیزهایی داخل اون پاکت بوده هنوز جزئیات کاملی ازش بیرون نیومده و گویا همسر خانم آزاده نامداری هم در شمال ایران به سر میبرده و همراه دخترشون گندم. بریم تصاویر اختصاصی رو ببینیم. این تصاویر اختصاصی هستش که پزشکی قانونی رفته اونجا به همراه کادر امنیتی و کارآگاهان کلانتری 134 شرک غرب و دارن منتقلش میکنن به آمبولانس. این هم تصاویر داخل خونه خانم آزاده نامداری هستش که متاسفانه در سن 36 سالگی جان خودش را از دست داده. هنوز هم کشمکش بین خودکشی و به قتل رسیدن خانم آزاده نامداری در بین رسانه ها زیاد هستش. مسئولان امروز آخرین صحبتی که کرده بودن، یعنی شب گذشته دیگه، چون 12 شب وقت ایران گذشته، گفتن که جسد به پزشکی قانونی منتقل خواهد شد و بعد از اون نتایج نهایی و نتایج پزشکی قانونی اعلام میشه و اونجوری که گفته شده بوده آثاری جراحتی نبوده. اما صحبت‌های همسایه‌ها و اطلاعاتی که ما از همسایه‌ها گرفتیم و این تصاویری که همسایه‌ها برای ما ارسال کردن گفته شده که یه سری دعواها هم بوده و باید ببینیم که حالا چه اتفاقاتی افتاد. قطعا همسر خانم آزاده نامداری بهترین کس هستن که نسبت به این اتفاقات پاسخگو هم بود. گفته شده که همسرشون در راه برگشت به تهران هستش که فردا صبح به پزشکی قانونی بره برای شناسایی خانم آزاده نامداری، چون بعد ایشون هم تایید بکنه و بعد از اون هم اقدامات دیگه قانونی هم صورت میگیره. اما گزارش شاهدان عینی از محل زندگی خانم آزاده نامداری هم حکایت از این داره که مسئولان پلیس آگاهی و کارآگاهان اجازه ورود خبرنگارها به داخل اون محوطه و نزدیکی خونه خانم آزاده نامداری رو نمیدن. بریم گزارشی که از این شهروند خبرنگارها رو ببینیم. حوالی منزل ایشون هستیم، جایی که مأمورین پلیس مطلقاً اجازه ورود اصحاب رسانه رو به داخل شهرک نمیدن. ما هم مثل همیشه دوست داشتیم و داریم که آخرین اخبار رو خدمت شما عرض بکنیم، منتها خب فعلا اجازه ورود رو نمیدن. بله، حالا صحبتی که کرده بودن گفته بودن که اجازه ورود خبرنگارا به داخل شهرک رو نمیدن. اما نکته‌ای که هستش، خیلی خبر خودکشی خانم آزاده نامداری وایرال شده در رسانه ها، اما اون چیزی که مشخصه خانم آزاده نامداری چند وقت پیش خودش مصاحبه رو انجام داده بود با یکی از خبرگزاری‌های داخل ایران و در خصوص خودکشی یکی از مهمانان ماعسل اینگونه واکنش نشون داده بود و فکر نمی‌کنم کسی که نسبت به خودکشی حس خوبی نداره و واکنشش نسبت به این موضوعات بد هستش خودش دست به خودکشی بزنه. یعنی باورش یه چیز دیگه بوده. مصاحبه هم مال همین 1-2 ماه پیشه. ببینید آقای علیخانی به واسطه برنامه ماه عسل که یک مهمانی رو داشتن و فکر می‌کنم جریانش شما فهمیدید و خب
این مهمان خودکشی کرد و آقای علیخانی هر کاری که تونسته بود برای این فرد و بله. خیلی از آدم دیگه انجام داده بود، اما خیلی بله. حجمه رفت سمت آقای علیخانی که درست. مگر یه مجری رئیس جمهوره. شما نظرتون راجع به این جریان چیه؟ ببینید، من راستش بخوام حالا نمیخوام صحبت کنم، ولی خب من از ریز جریان با خبر هستم و حالا چون آقای علیخانی دوست نداره ریز جریان رو طرح بکنه، خب منم اجازه نمیدم به خودم که خب مسائل مطرح کنم. بعد خواهم که ماشاءالله زیاد دارن آدما. ماجرای محمد هم واقعا هیچ ربطی به ماه عسل نداشت و من به خود آقای علیخانی هم گفتم من تصور میکنم یه سری آدم هایی که حالا نمیتونم بگم بخیلن، بدخواهن، دشمنن یا دلشون میخواد دردسر درست بکنن، تو فضای مجازی به راحتی میان یا چیزی که اصلا به هیچ ربطی نداره رو گنده میکنن. وگرنه به روشنی اگر یه ذره منطق داشته باشیم میفهمیم که اصلا این ربطی نداره. به ویژه اگر شما بتونید حرفای آقای علیخانی رو که حالا ایشون اصلا نه تو پستشون گفتن نه اینکه حالا اصلا جایی مطرح کردن، حرفایی هستش که خیلی شخصی، اگه اون حرفای خیلی خصوصی رو بشنوید متوجه میشید که اصلا ماه عسل در این زمینه هیچ 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 گناهی نداره و اتفاقا خیلی هم سعی کرده کمک کنه. شبکه‌های ماهواره هم پرداختن که نمیدونم اونا که دیگه اصلا من اونا رو اصلا داخل بازی نمیدونم. ببین کسی که تو کشور ما نشسته داره حرف میزنه میتونید، من یه نفر براش احترام قائلم و حاضر به گفتگو هم، چون من فکر میکنم گفتگو تنها راه ماست امروز و میتونه بهمون کمک کنه. ولی کسی که اینجا نیست و بیرون اینجا نشسته و داره حرف میزنه، خب دیگه اون یه جای دیگه است، اصلا توی فضای ایران نیست و برای خودش داره یه چیزایی میگه. من اصلا اونا رو جدا میدونم، دنبال سوژه میگردن که مثلا حالا یا با شوخی کنن یا تحقیر کنن. خب اینا کارشون اینه که شغلشون اینه، من اصلا با اونا کاری ندارم. الان چی؟ الان فقط 2 سال از آنتن دور باشی یک لیست بلند بالایی از مجری‌ها به انشالله خانوما میتونی پیدا بکنی که همه میرن بدون اینکه اصلا شرمنده باشن میرن مصاحبه میکنن و به شدت بد تو میگن. این که نشونه چیه؟ نشونه اینه که ما اون حجب و حیا، اون احترام به همکارمون از دست دادیم و خب به نظر من این خیلی خطرناکه. تلویزیون منتظریم یه نفر در حال افتادن باشه، هرگز دستشو نمیگیریم که بلندش کنیم، بلکه یه لگد هم میزنیم که بدتر بیفته زمین و بعد میریم مثلا مصاحبه میکنیم، چرند پرند میگیم. حالا جاش نیست، ولی من واقعا دلم میخواد یه بار مثلا 5 نفر آدمی که مصاحبه کرده و درباره من حرف زده واقعا برام میپرسم که چرا مثلا اینایی که میگی رو از کجا آوردین، نظرات تو این نظرات فیلسوفانه واقعا از کجا اومده. میخوام تهش بگم که مشکل تلویزیون ما اینه که آدم هایی که تو تلویزیون هستن اصلا حامی هم نیستن و پشت هم نیستن و یک فضای رقابتی کثیفی وجود داره به نظرم. اما تا این لحظه هنوز پزشکی قانونی و هیچ مقام مسئولی نگفتن که خودکشی بوده یا به قتل رسیده خانم آزاده نامداری. این خبرایی هم که در رسانه ها میاد میگن آره به قتل رسیده یا اصطلاحاً خودکشی کرده، هنوز هیچ خبر موثقی بیرون نیومده. حتما کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو سابسکرایب داشته باشید. در ساعات آینده، حالا هر ساعتی که بشه یا هر دقیقه‌ای که باشه، ما جدیدترین تصاویر رو در اختیار شما قرار میدیم و آخرین اخبار رو. حتما کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو هم بزنید که نوتیفیکیشن براتون بیاد که بتونیم این تصاویر اختصاصی رو در اختیارتون بذاریم. این تصاویر هم اختصاصی هستش و برای اولین بار در رسانه پشت پرده منتشر شده و هیچ رسانه‌ای تا الان این تصاویر رو در اختیار نداشته که پخش بکنیم و داریم رایزنی می‌کنیم که بتونیم تصاویر بیشتری هم بگیریم از همسایه‌های دیگه. به حال الان همسایه‌ها همه در تب و تاب هستن. اما میخوایم یک رفرنس بزنیم به آخرین مصاحبه رسمی خانم آزاده نامداری با رسانه ها که یه سری حرفای جالب و عجیب و غریب میزنن. بریم این مصاحبه آخرش رو ببینیم و بهتر بگم که آخرین مصاحبه زندگیش رو.
من قصم از چیز دیگری است. ما بله حق با شماست، ما مجری‌هایی داریم مثل آقای رشیدپور و آقای علیخانی. منتها قصه من میدونیم چیه؟ قصه من اینه که اینها هم دارن برنامه تولیدی اجرا میکنن و اینکه رسانه نگاه بکنید شما تلویزیون رو، مجری‌های قدر، من میگم قدر، من میگم رضا رشیدپور و آقای علیخانی مجری‌هایی هستن که حتی آقای مهران مدیری مجری‌هایی هستن که به هر حال نامبر وانن و وقتی آنتن دستشون میده خیلی مهمه، خیلی خیالت راحته، ولی اینها هم تولیدی هن. میدونید حالا شما تلویزیونی نیستی، من که تلویزیونی هم میفهمم تفاوت بین برنامه زنده و برنامه تولیدی. مجری‌های تلویزیون هم آدمن و آدم‌هایی هستن که در حقیقت قرار نیستش که ببخشید مثلا اسمت داشته باشن یا از هر خطایی بری باشن. من یکی حالا اسم میخوام بیارم، یکی از مجری‌های بازم نمره 1 تلویزیون به من میگفتش که من یه بار توی مثلا جایی داشتم سیگار میکشم. خب سیگار کشیدن خیلی چیز عجیب غریبی نیست به قول شما در مقایسه با بازیگرا. و گفت من یه خانومی منو دید، یه خانوم مسنی، و میگفت به من رسید گریه کرد و گفت تو سیگار میکشی اصلا. یعنی میدونید میخوام بگم تصور مردم از مجری‌ها یک تصوری است که ما ساختیم. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. حتما برامون کامنت بذارید، نظراتتون رو بگید، ویدیو رو هم به اشتراک بذارید که دوستان بیشتری به کانال ما اضافه بشن که بتونن جدیدترین اخبار رو بگیرن. ممنون از شما.